پرگرسی اریتمتیکی با فرمول n برابری 2n جمع 1 داده شده است. سومه چیز اعضای اولیه پرگرسی را یافتن حاصل است. از روی فرمول اعضای یکمی پرگرسی برابری 3 و اعضای دومی آن به 5 برابر است و از این فرق پرگرسی را میابیم d برابری a2 مینوس a1 5 مینوس 3 برابری 2 و از روی فرمولی n برابری 2 a1 جمع n مینوس 1 ضرب d تقسیم 2 ضرب n سومه چیل اعضای اولیه پرگرسی را میابیم و سومه چیل اعضای اولیه پرگرسی به 1680 برابر است. رای دوم از روی فرمول اعضای چهارم پرگرسی را میابیم که به 81 برابر است و اسی چیل برابر یعنی سومه چیل اعضای اوله ها سینمی 2 ضرب چیل برابر 3 جمع 81 تقسیم 2 ضرب چیل به 1680 باز همون به برابر است. این مسئله رقم 110 از کدام؟ کتاب مرکزی ملی تستی. آفرین. این مسئله از کتاب مرکزی ملی تستی رقم 108 می باشد. در مسئله چنین گفته شده است که سومی 4 اعضای اولین را یابید که اگر به 1 برابری مینوس 3 و خونیز با مینوس 3 برابر باشد. اینجا قوم مخرجی و پرگرسی گمتری می باشد. برای حل کردن این مسئله اول از فرموله SN برابری BN ضرب در داخل قوس قو n مینوس 1 و در مخرج قو مینوس 1 را استفاده بودم. برای آن S4 نوشتم که سومه 4 اعضای اولی گفته شده است و اینطور S4 برابری به 1 ضرب قو نشان دهنده 4 مینوس 1 و در مخرج قو مینوس 1. در نتیجه مینوس 3 ضرب در داخل قوس مینوس 3 نشان دهنده 4 مینوس 1 و در مخرج مینوس 3 مینوس 1 حاصل می شود. مینوس 3 ضرب 80 از مینوس 3 درجه 4 آمده و مخرج باشد با مینوس 4 برابر شد. حاصل این مسئله حاصل این و مثال به 60 برابر شد. یعنی جواب 60 میشه. سومه 4 اعضای اولین و پرگرسی گمتری اعضای اولش مینوس 3 و مخرجش مینوس 3 با 60 برابر است. آفرین.